اگر من پرزیدنت می بودم اون سیاستی که امروز جناب علی بوریس دادن من دستگیری میکنم، لیکن در بابتی باز هم بیشتر اعتبار میدادم به مردمی کمبزاعت. مناسبت های دیپلماتی رو باز هم با جمهوری همسایه ازبکستان فدراسیون روسیه یعنی پیش میبردم، لیکن باید که هر یک دولت چون دوره های اتحاد شوروی خود را دولتی بزرگ و دولتی خرد حساب نکند و من اگر پرزیدنت می بودم کوشش میکردم که به چنین اغواها نگاه نکرده بحری بنیاد ناب روغن، یعنی که تمام قوه دانشی حکومت مردم و ساختمانشان روانه میکردم. اگر من یک سال پرزیدنت شوم همگی یک کار میکنم، دیویز 201 روسیه بیرون میکنم از تاجیکستان و تمامی مناسباتمو با روسیه مناسبات تاجیکستان با روسیه قطع میکنم تا تاجیکستان از روسیه خلاص نشود یگان قدم پیش نمیرم. اگر ریاست می داشتم من این دو پلاته که امروز شورای عالی داریم بود اون رو یک پلاته میکردیم، اما تعدادشون رو زیادتر میکرد، تعداد وکیلان مردم بود کوشش میکردن انتخابات وکیلان و همزمان رئیس جمهور بود حکومتی ها هرگز سرکار داشته باشند. تا که ما یک جامعه دموکراتی اعلان کردیم بگذار این صرف مال مردم باشند، بگذار رئیس های همون محله انتخاباتی و شخصی اکرگاه همشون مردمی که در منصب نیستند یا در شاخه حکومتی نباشند، اون مردمی که مثال نفق خراب بگذار باشند بگذار دانشجویان باشند. اگر من پرزیدنت جمهوری تاجیکستان می بودم تمام رئیسان ناحیه ها، ولایت ها و حتی وزیران رو انتخابی میکردم، چون که اکثر منصبداران از جمله وزیرانی که در سر منصب نشستند مردم از وی ها تماما راضی نیست. بگذار تمام نه تنها رئیسان ناحیه و ولایت ها رو بلکه خود وزیران رو هم بگذار خود مردم انتخاب کنند. فرض کردیم من پرزیدنت می بودم با جامعه جوانان امتیاز زیاد میدادم تا اینکه در شاخه‌های گوناگون حکومت کار و فعالیت کرده ایده های خود رو استفاده نموده در پیشرفت جامعه خود سهم گذارند. یکمش مسئله صاحبکاری، باید به صاحبکارا امکانیت داده شود که آنها مثلا فعالیت کنند و مثلا میتونیم ما از بعضی اندازها آنها را آزاد کنیم که چی فعالیتشون بیشتر رواج یابد. اگر من پرزیدنت می بودم کمبغلا و یتیمان را یاردم میکردم، به پرستاران پول تقسیم میکردم، خانه میدادم. هر پرزیدنت هر شخص اون چیزی که برای خودش و جان خودش روانه میبیند با رعیتش و مردمش باید اون را روانه بیند. پرزیدنت نشدن با از این احالی با زیادتر میشد، با بیبودی نصر میشد. چیکار میکردی که خیلی؟ چیکار میکردم؟ آخه من سواد ندارم، اگر سواد میداشتم من میکردم. یکی سواد افسوس که من سواد ندارم.